واقعا موجودات فضایی اهرام مصر ساختن حقیقت یا افسانه؟ قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم خوشحال میشم لایک و سابسکرایب رو بزنید و تو کامنت ها بهم بگید تا ویدیو بعدی در مورد چی باشه. تا حالا فکر کردی اهرام مصر چجوری ساخته شدن؟ بعضیا میگن تکنولوژی که واسه ساختنشون استفاده شده حتی واسه انسانهای باستان هم غیر ممکن بوده. بعضیا میگن کار آدم فضایی‌ها. اهرام ثلاثه مخصوصا هرم خوفو یکی از عجیبترین سازه های باستانی دنیاست. سنگایی که استفاده شدن بعضن تا 2.5 تن وزن دارن و نکته جالبش اینجاست که هیچ ابزار مدرنی واسه جابجایی این سنگا وجود نداشته. پس چطوری مردم باستان تونستن همچین شاهکاری بسازن؟ بعضی از نظریه پردازا میگن این غیر ممکنه، پس حتما موجودات فضایی کمک کردن. میگن سنگای اهرام با دقت عجیبی میلیمتری روی هم قرار گرفتن. بعضی هم میگن چون طراحی اهرام مصر با ستاره ها و کهکشان ها هماهنگ شده، یه پایگاه بوده تا پیام هایی از زمین برای فضا ارسال کنه. پس واقعیت چیه؟ هیچ مدرک علمی معتبری وجود نداره که ثابت کنه آدم فضایی ها اهرام مصر رو ساختن. اما جالبش اینجاست که هر دفعه از اهرام مصر صحبت میشه همه فکرها رو مشغول خودش میکنه و قرنهاست مردم راجبش بحث میکنن. حالا نوبت توه. تو فکر میکنی آدم فضایی ها ساختنش یا کار مردم باستان بوده؟ نظرتو پایین کامنت ها بنویس و اگه از ویدیو لذت بردی سابسکرایب و زنگوله یادت نره. راستی بهم بگو دوست داری ویدیو بعدیم راجع به چی باشه؟